انرژی زیستوده یا انرژی زیستی به انرژی تولید شده از مواد عالی اشاره دارد. زیستوده عمدتاً به شکل گیاهان زنده یا اخیراً زنده و همچنین زباله‌ها یافت می‌شود. اصطلاح خوراک برای اشاره به هر نوع ماده عالی استفاده می‌شود که برای تولید انرژی به کار خواهد رفت. خوراک‌های مختلف ترکیب فیزیکی و متفاوتی دارند، اما به طور کلی تمام خوراک‌ها مقادیر متغیری از کربن، آب و مواد عالی فرار را شامل می‌شوند. برای تولید انرژی یک خوراک باید با استفاده از فرآیندهای مختلف تبدیل شود. برخی از فرآیندهای رایج تبدیل زیستوده عبارتند از احتراق، فرآیندی که در آن خوراک در حضور هوا سوزانده می‌شود که همان چیزی است که هنگام افروختن آتش کوچک با چوب رخ می‌دهد. احتراق می‌تواند بخار را برای تولید برق نیز تولید کند. گازسازی، فرآیندی که در آن فشار بالا و احتراق جزئی به کار می‌روند تا خوراک به یک مخلوط گاز قابل اشتعال به نام سینگاز تبدیل شود. این گاز می‌تواند به جای گاز طبیعی برای گرمایش برق و سایر کاربردها استفاده شود. پیرولیز، فرآیندی که در آن خوراک در دماهای بالا و در غیاب اکسیژن گرم می‌شوند و از آنجا که اکسیژنی حضور ندارد ماده عالی نمی‌سوزد. در اول ترکیبات شیمیایی به 3 شکل تجزیه می‌شوند: یک مایع به نام روغن زیستی، یک جامد به نام زغال زیستی و یک گاز که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم، هضم بی‌هوازی یا هضم زیستی، فرآیندی که در آن باکتری‌ها مواد عالی را در غیاب هوا تجزیه می‌کنند تا بیوگاز تولید کنند. بیوگاز جمع‌آوری شده می‌تواند سوزانده شود تا انرژی تولید شود. محصول جانبی باقی مانده هضم‌مانده نام دارد که کود بسیار خوبی محسوب می‌شود. تخمیر، فرآیند تبدیل گلوکز گیاهی به الکلی به نام اتانول با استفاده از مخمرها است. اتانول یک سوخت مایع است که می‌تواند به عنوان سوخت خودرو استفاده شود. شایان ذکر است که برخی خوراک‌ها برای فرآیندهای خاص تبدیل زیستوده مناسب‌تر از سایر فرآیندها هستند. تعیین اینکه کدام خوراک و فرآیند استفاده شود عمدتاً به دسترسی منابع و شکل نهایی مورد نظر انرژی بستگی دارد. پیش از انقلاب صنعتی، زیستوده منبع اصلی انرژی بود. اکنون زیستوده فقط درصد کوچک از مصرف کل انرژی جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال، برای حدود 2.5 میلیارد نفر، زیستوده همچنان منبع اصلی انرژی برای پخت و پز و گرمایش است. استفاده از زیستوده به شدت به شرایط منطقه‌ای که در آن استفاده می‌شود وابسته است. دسترسی به منابع، دسترسی به فناوری و امکان‌پذیری اقتصادی عوامل اصلی استفاده از زیستوده هستند. مزایا و معایب زیست محیطی زیستوده به شدت به فناوری‌ها و خوراک‌ها استفاده شده بستگی دارد. برخی فرآیندهای زیستوده مانند تبدیل زباله به انرژی به دلیل انتشار کمتر دیوکسید کربن شناخته می‌شوند، در حالی که برخی فرآیندها مانند احتراق دیوکسید کربن و ذرات معلق آزاد می‌کنند که نگرانی‌های عمده‌ای برای سلامت انسان هستند. مردم مناطق کم برخوردار جهان هنوز برای بیشتر نیازهای انرژی خود به زیستوده متکی هستند. نبود مکانیزم‌های تهویه مناسب برای سوزاندن زیستوده یک نگرانی عمده و سلامت است که به عمر کوتاه در بسیار از نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه منجر می‌شود. نگرانی‌های مرتبط با زیستوده فقط به سلامت انسان محدود نمی‌شود. بسته به منبع زیستوده استفاده شده، جنگل‌زدایی و تخریب زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری زمین می‌تواند از مسائل مرتبط با زیستوده باشد.